از برنامه کامنت خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنیم. امیدواریم که هر کجای دنیا که هستی تنتون سالم، لبتون خندان و دلتون خرم باشه. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه کامنت و امیدوارم که فرصت همراهی ما رو در این برنامه و در این هفته هم داشته باشید. بابا اگه 2 هفته هست این کاندیداهای نمایش انتخابات با دروغ بافی، با وعده درمانی، خلاصه خودشونو میکشن تا شاید بتونن این تنور سرد انتخابات خامنه‌ای رو داغ بکنن، اما هیچی به هیچی. البته من قبول دارم که تنوری برای خامنه‌ای گرم نشد، آبی گرم نشد، اما سوژه های طنز خورجین سوژه های طنز کامنت پر شد، داره سرریز میشه. بله، یکیشون این سرتشتک سیسمونی محور پاسدار قالیبافه که ببینیم چی گفته. ولی امروز واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از خانوارهای ما امروز زندگیشون به سختی میگذره. کسی که داره کار میکنه، تمام عمرشو کار کرده، الانم بازنشسته شده، چرا باید فقیر باشه؟ چرا باید فقیر باشه؟ عجب سوالی مطرح کرد. واقعا چرا باید یه نفر که همه عمرش کار کرده فقیر باشه، بعد یکی مثل این پاسدار مفخور که همه عمرش خورده و خوابیده الان به جای رسیده باشه که فقط برای دخترش، برای بچه دخترش، یعنی یکی از نوه‌هاش از ترکیه 300 کیلو سیسمونی بار بزنه بیاره؟ واقعا چرا؟ بله واقعا چرا؟ خنده تلخ. ببین این موجود ماورای وقاحت، یعنی اون ور وقاحت، یه جوری صحبت میکنه که انگار همین الان از کره مریخ اومده، هیچ خبری از ایران نداره. انگار که هیچ مقام و منصبی نبوده که خامنه‌ای به این نداده باشه. از فرمانده سپاه، فرمانده لشکر سپاه بوده، از فرمانده نیروی انتظامی، از فرمانده نیروی هوایی سپاه، از شهردار تهران، از ریاست استبل ولایت، همین مجلس رژیم، از این هم که هر 4 سال یه بار کاندیدای مادام العمر ریاست جمهوریه. حالا طلبکار این موجود وقیح کمه براش، ولی خب ماورای وقاحت که مردم چرا فقیرن؟ راست میگه. 85 میلیون ایرانی بیارید اونجا، قاضی هم که دارید، پور محمدی، همونجا همه رو اعدام کنید. برای چی فقیر موندن؟ چرا پور محمدی فقیر نیست؟ چرا خود قالیباف فقیر نیست؟ چرا پزشکیان فقیر نیست؟ مردم چرا فقیره؟ مردم باید بیان تو مناظره جواب بدن که چرا فقیره. آره واقعا سوالی. حالا این یکی رو ببین. راجع به دارایی هاتون نمیخواید حالا شفافتر مایل هستید یه توی توضیح بدید؟ خونه و ویلا و باغ و هر چی من یه لیست اعلام کردم دیگه. اون لیست رو اینجا نمیگی؟ خب دیگه گفتم دیگه، تو همه سایت ها هست. وقت 15 دقیقه ما رو بی نگیره. میگه همش 15 دقیقه وقت دارم من، این 15 دقیقه رو دیگه صرف لیست اموال ما نکن. راست میگه. ببین اگه بخوان لیست اموال اینو حساب کنم، مثل این سریالایی هست که 120 قسمت، آخرش هم میگه تموم چند فصله. آره سریال ادامه دارد. بابا این از کدوم اموالش بگه؟ از ویلاهاش تو ایران بگه، از ویلاهاش تو کانادا بگه، از خونه ها و آپارتماناش تو استانبول بگه، از داستان سیسمونی این دخترش بگه، از پولای اون پسرش که غارت کرده رفته کانادا بگه، از املاک شهرداری که بالا کشیده بگه. بابا این اگه بخواد لیست اموال بده، یه سازمان برنامه بودجه اختصاصی میخواد فقط تراز کنن اموال اینو. من قبول دارم 15 دقیقه واقعا اصلا نه 15 دقیقه اصلا توهینه به اموالش. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. یکی دیگه از این دزدهای ریشدار این پاسدار زاکانیه که دیگه این تو نابغه نظام، آره تو دجال بازی و شارلاتانگری اصلا یه برگای جدیدی رو کرده. اینو ملاحظه بفرمایید. و لذا عیار اندیشه و نگاه و عملکردتون به خوبی روشن هست و مثلا لازم نیست از شما بپرسیم که در صورتی که رئیس جمهور شدید در حوزه اجتماعی و سبک زندگی عرفی مردم چه کار خواهید کرد، چون میتونیم کیفیت استقرار حجاببان‌ها رو در متروها الگو بگیریم، بگیم پس این در سطح کشور هم به این شکل خواهد بود. اما راجع به حجاببان‌ها اشتباه کردید، ما حجاببان نداریم. یعنی اونی که تو رسانه‌ها علل خصوص رسانه خود شما تبلیغ میکنند اون غلطه.
با هم بریم در ببینیم. مترو مگه نیستن؟ و نه اشتباه دیگه، اشتباهه. به خاطر همین من همیشه گله‌مند شما بودم که تو رسانه‌تون دارید کار سیاسی میکنید، حرف خلاف میزنید. حرف درست خیلی خوبه، مردم رو آگاه میکنه. اما احتمالاً آقای دکتر بلافاصله بعد از فرمایش شما عکسای اونها توضیح میشه در فضای مجازی. بله حتما توضیح در میشه. ایستگاه‌های مترو به شما توضیح میدم که اینا چی هستن و من چه رفتاری راجع به اینا کردم. اگه علاقه دارید اونی که به من ربط نداره به من منتسب کنید، این خیلی من 300 دارم تحملم میکنم. میگه اصلا ربطی به من نداره. اگر حجاببانای تو متروی تهران به شهردار تهران ربط ندارن، بس به کی ربط دارن؟ در ایام انتخابات حجاببانای شهر مترو تهران ربط دارن به شهردار دهلی، توکیو، بانکوک، به همه جا ربط دارن. به همه شهردارا ربط دارن الا شهردار تهران. حالا اینا رو بذار کنار. این ابلهی که این سوال رو از این زاکانی میکنه نمیدونه که این جماعت در دوران انتخابات، در دوران نمایش انتخابات سیستم گردنگیریشون خرابه. تازه الان این زاکانی رو ول کنی میگه 2-3 بار اصلا حجاببانا خود منو کتک زدن. اصلا حجاببانا کی گذاشته؟ ولی از همه بدبخت‌تر این حجاببانان. این همه فوش میخورن، آخرم هیچ نفری، هیچ ارگانی تو رژیم اینا رو گردن نمیگیره. اینجا باید خیلی غلیظ گفت ای خاک عالم بر سر شما، در حالی که رژیم هنوز سقوط نکرده. شما کیسه‌های زباله رو کسی تحویل نمیگیره. وای به حال اون روزی که بخواد جواب خشم ملت رو بدید به خاطر این جنایاتی که در حق زنان و رژیم هم سقوط کرده باشه. رژیم هم سقوط کرده. خب فکر خودتون رو بکنید دیگه. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. بابا این مدت اینقدر که این پزشکیان اصلاحاتی مجیز خامنه‌ای رو گفت و پاچه خاریشو کرد، خود کاندیدای باند خامنه‌ای این کارو نکرد. تقریبا مثل این شعرهایی که ترجیباً داره هر جا صحبت هر جا میره من ذوب در ولایتم، من فلان. ببین چه بالبالی میزنه. جریانات همه اومدن به رهبری بی احترامی کردن، برای اینکه من عرضه نداشتم جواب اونا رو بدم. هر مشکلی پیش اومد گفتیم آقا گفته، آقا گفته با مردم بد رفتار کنیم، آقا گفته به مردم زور بگیم، آقا گفته بزنیم تو گوش بچه مردم. این تازه به دوران رسیده انقدر هوله که وقت نکرده قبل مناظره بره حرفای آقاشو گوش کنه. بیا اینم حرفای آقاشو یه بار گوش کنه. باید حجاب وجود داشته باشه. اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیسته. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته. بله دیگه، آقاش که این باشه خودش هم میشه این. ما سپاهی هستیم، ما با تمام وجودمون از مملکتمون دفاع میکنیم و اجازه نخواهیم داد که دیگران تو سرنوشت کشور ما دخالت بکنن. امروز نامه 203 نماینده به رهبر معظم انقلاب برای مقابله با اقدامات آمریکا همدرد. حالا جالبه این پزشکیان با این وضعیتش مالکش اعظم هم انداخته دنبال خودش، هر جا میره این ظریف هم میبره که اونجا براش مالکشی کنه. اینها رو اگر میخواید به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم. اینها رو اگر میخواید به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم. دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. اینجا من جواد ظریف داره یک کلان سیاست راهبردی رژیم رو یاد میده به طرف مقابل. میگه در اصل شیره مالیدن سر مردم مشکلی نیست، شما شیوهشو بلد نیستید. بیاد شیوهشو که از من استاد این کارم یاد بگیرید، درست سر مردم شیره بمالید. اگه میخوایم شیره بمالیم درست بمالیم. بله، یعنی این که الان این ظریف حواسش باشد که فردا در مقابل مردم ایران باید پاسخ این حجویاتش رو هم بده. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. حالا بریم سراغ دراکولاشون که این آخوند پور محمدی قاتله که خیلی تلاش میکنه که قرار عاشقانه بذاره و ژست حقوق بشر بگیره و اما هی هر از گاهی این خوی قتل عامیش میزنه بیرون و کار دستش میده. یکی از این صحنه‌ها که خیلی هم سر و صدا کرده اینه.
حضور مردان امنیت در عرصه‌های مختلف سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو به نفع مصالح ملی میدونین به شکل مستقیمش، وظایف نظارتیشون که به جای خود یا خیر؟ خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای پورمحمدی. بله خیلی ممنون. شما کیفرخواست علیه نظام امنیتی کشور صادر کردید. نمیدونم منظورتون چی از این بیانات؟ اینکه آدمای مختلفی در عرصه‌های مختلف حضور دارن، اشتباه دارن، غلط دارن، خطا میکنند، گرایش‌های مختلف دارند. این که نمیشه یک پارچه شما همه مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور رو اینجور رقم بزنید. فکر میکنم قضاوتتون یه خورده غیر واقع بینانه است. بله داستان نگاهو دیدی؟ چشایی که وق زد. داستان این پورمحمدی مثل این حیوانات وحشی هستن میارن تو سیرک. یه لحظه دیدی غریزه‌شون چیز میکنه، حمله میکنن، مربی بگیرن، یادشون میفته که سیرکه. این نه که همش کارش آدم کشی بوده. این گوشی که گوششه احتمالاً که از کارهای اون طرف تهیه کننده و برنامه اینه که ببین اینجا دادگاه نیست، حواست باشه مناظره است. یه دفعه میره رو صندلی زنجیر پاره میکنه، یه دفعه بهش میگن نه مناظره است، تغییر حالت میده، میشه آدم به اصطلاح خودش رؤوف و مهربان و دولت عشق. قرار عاشقانه و اما واقعیت پورمحمدی همینه که هست و ببینید کاربرای فضای مجازی چقدر قشنگ اینو به تصویر کشیدن. این حضور مردان امنیت در عرصه‌های مختلف سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو به نفع مصالح ملی میدونین به شکل مستقیمش، وظایف نظارتیشون که به جای خود یا خیر؟ خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای پورمحمدی. بله خیلی ممنون. شما که افراد علیه نظام امنیتی کشور صادر کردید. میدونم منظورتون چی از این بیانات؟ اینکه آدمای مختلفی در عرصه‌های مختلف حضور دارن، اشتباه دارن، غلط دارن، خطا میکنند، گرایش‌های مختلف دارن. این که نمیشه یک پارچه شما همه مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور رو اینجور رقم بزنید. فکر میکنم قضاوتتون یه خورده غیر واقع بینانه است. ولی بالا بره پایین بیاد عکس برگردون اعدام، اینو موجیهای خودشون هم بهش میگن. فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خورد. خب من چه کار کنم؟ یه پرونده‌ای برای جمهوری اسلامی، نه برای پورمحمدی. چرا اشتباه؟ هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. خب وقتمون تموم شد، اما بریم یه گریزی به کامنت یه جمله‌ای بزنیم. یه لحظه من فکر کردم تو این کامنت جدید تو از دو چیز دست فرمودی، یکی از قطار سری و سه یکی هم این کامنت یه جمله‌ای. نه کامنت یه جمله‌ای رو نمیشه. یکی از این نوچه‌های اصلاحاتی پزشکیان 4 تا جمله میگه راجع به قالیباف. اینو ببینیم یه کامنت یه جمله‌ای براش بریم. آقای قالیباف در نهایتش تکنوکرات یا حزب اللهی. آقای قالیباف سال 84 ریشش رو میتراشید، دکتر خلبان بود، همش هم با رئیس پلیسی آقای خاتمی افتخار میکرد. انتخابات بعدی محاسن رو الحمدلله زیاد کردن، الان هم معلوم نیست اینه یا اون. واقعا به من جواب بدید ایشون تکنوکرات یا حزب اللهی؟ چرا از 1 میلیون رای رسیدید به 400,000 تا رای؟ دلیلش چی بوده؟ آخه بهنام اون 4 تا جمله گفته، من یه جمله بگم. من جملات خودم هم میگم، تو فرض کن یه جمله است. ببین به این آفتاب پرست نظام باید گفتش که بعضیا با تیغ ریش میزنن، یه جماعتی مثل قالیباف با ریش تیغ میزنن. تازه این رنگ عوض کردن و چهره عوض کردن قالیباف آخریش از همه جالبتره. اونی که بعد که نظام سرنگون میشه اون چهرهشو درست میکنه از ایران دره. عکسشو میتونیم الان پیش نمایش عکسش الان بذاریم که بینندگان کامنت ببینن. این آخرین تصویری که از قالیباف تو ایران خواهیم دید در حال فرار از مرزهای کشور. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. به پایان کامنت این هفته رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید و تا دیدار بعد خدا نگهدار. و در یک جمله خدا نگهدار همگی شما.